آیتم آموزشی ما پارچه خوراکی هستش که برای تزیین کیک‌های خامه‌ای و فوندانت مورد استفاده قرار می‌گیره. برای درست کردن پارچه خوراکی ما احتیاج داریم به پودر ژلاتین، پودر نشاسته و گلیسرین. برای شروع کار ابتدا 2 قاشق غذاخوری ژلاتین، 4 قاشق غذاخوری آب و 2 قاشق غذاخوری گلیسرین رو با هم مخلوط می‌کنیم و در دمای محیط می‌ذاریم. بعد از اینکه این مخلوط به مدت 10 دقیقه در دمای محیط قرار گرفت، اون رو توی مایکروفر قرار میدیم به مدت 5 تا 10 ثانیه. بعد از انجام این مرحله و رسیدن مخلوط ما به این غلظت احتیاج داریم به کاغذ ویفر پیپر که کاغذ ویفر پیپرتون میتونه چاپ شده و یا چاپ نشده باشه، قلممو، رنگ پودری و پودر نشاسته. توی این مرحله ما میتونیم از انواع رنگ‌های پودری استفاده کنیم یا اینکه بعد از اینکه پارچه خوراکی ما آماده شد با استفاده از رنگ‌های پودری میتونیم روی این پارچه خوراکیمون رو سایه بزنیم. برای این کار ما با استفاده از یک قلممو تمام سطح ویفر پیپرمون رو باید آغشته به این مخلوط بکنیم. من از رنگ پودری طلایی استفاده میکنم، یه مقدار توی این مخلوط میریزم که شما این مرحله رو هم مشاهده بفرمایید. بعد از اینکه این مرحله رو انجام دادیم با استفاده از یک براش و پودر نشاسته ذرت ما تمام این صفحه ویفر پیپرمون رو باید با نشاسته بپوشونیم. بعد از اینکه یک طرف از کاغذ ویفر پیپر رو آغشته به مخلوط ژلاتین، گلیسرین و آب کردیم، طرف دیگر رو هم باید همین کار رو روش انجام بدیم. و مجددا همون کار رو برای یک طرف دیگه از کاغذ ویفر پیپرمون انجام میدیم. توی این مرحله برای جذابیت بیشتر میتونید از رنگای شاین هم استفاده کنید که یه برق خاصی رو به این پارچه خوراکی میده. همونطور که میبینین اصلا چسبندگی نداره و میتونه یه آیتم تزیینی خیلی جذاب برای کیک های شما باشه. برای جذاب‌تر کردن کیکمون میتونیم با استفاده از الکل و رنگ طلایی پودری خوراکی ما یه افکت طلایی به کارمون بدیم. و در نهایت با استفاده از قلممو رنگ طلایی رو روی کیکمون می‌پاشیم. و این لبه ها رو هم میتونیم یه کوچولو طلایی کنیم. و در نهایت با استفاده از خلال دندون میتونین این پارچه رو روی کیکتون فیکس کنید. و در نهایت شما میتونید با استفاده از همین رنگ طلایی که درست کردین تمام پارچه خوراکیتون رو طلایی کنید که کاملا سلیقه‌ای هستش. امیدوارم که از این آموزش لذت و بهره کافی رو برده باشید.